دوستان این فیلم رو ببینید تا آخر. عکس شما ببین، این محدوده کلا و پشت اینجا و این ور و این ور فقط دنبال یک حفره‌ای باش که سینه خیز بشه. اگر بده بهت زندگیت رو ساختی، اگرم نداد که قطعاً ربط به دفینه رو نداره. به شاخصه میتونه شاخصه راه مالرو باشه یا شاخصه سکونت باشه. ببین همین دیواره‌ای که اینجا داری رو کلا یک روز برو روش وقت بذار، ببین که یک حفره‌ای پیدا نمی‌کنی که سینه خیز باشه. و اسم این سنگ هم بسیار. درود به استاد خودم استاد بختیاری و درود به خانواده محترمش، همچنین به هموطنان و همشهریان عزیز. ببینید فاره گفته بود اینجا رو حفاری کنید، میرم حفره بزنید، یک سوراخی دارید، یه جوانی بره اونجا کشته بشه، کی جواب گفت فارو؟ این یکی. حالا تفسیر یاد بگیر بچه. اینو تقدیم میکنم به استاد بختیاری که من هرچی معلومات دارم از ایشان به ما و منو رفیقم برسیده. خب حالا اینجا رو دیدین، بذار طوله نشه. اینجا عبور از رودخانه رو داده. خب پس بنابراین رودخانه ما میشه اونجا. خب و اون یکی شاخص عبور از دره، یعنی رودخانه از یه دره میاد، باید من برم داخل دره. الان نشان دره‌ش هم نشونتون میدم. و یه دیواری بلند، یه سنگ شاخص بزرگ باشه و کار میره داخل دیواره. اونجا بقیه‌شو میگم. حالا ببینید این یه دیواره، اون یه دیواره، پشت سر من دیواره، پشت اینجا 4-5 دیواره، این دیواره. خب تو باید این کروکی بخونی که بره رو دیواری که می‌خوای. حالا نگاه دوستان عزیز، فاصله این کار 700 متر هواییه. یعنی چی میگم 700 متر هوایی؟ یعنی اینجا تا بره تو دره روبرو، نه این پایینا، اون یکی تا دیواره رو بده به 700 متر فاصله شه. نگین برید اینجا رو یه حفره پیدا کنید زندگی تو بساز. گفتیم یه سنگ نشان گردن کلوف میخواد پای دیواره بلند. اونجا رو ببینید، اون نگهبان اینه که بهش میگن نگهبان. نگاه کنید این عقاب نگهبانه و شما اینا رو نمیفهمید. داره آقای بارا اینجا بارگذاری تمام میشه تو این دیواره. فهمیدین سنگ نشان و آثار و بارها، این بارهای بزرگ بارو اونجا یه حفره بکن نیست، این قواعد داره. نگاه کنید محدوده بار باید اینجوری باشه. حالا محدوده بار نشان دادیم، حالا محل بارگذاری هم براتون دادیم. خب دوستان عزیز، آخر کار میخوام براتون بگیرم. این دعوایی که گفتیم، این دیواره بود، اینو ببینید، این بهش میگن نگهبان. نگاه زیر گردنش بکن. حالا بالا رو نگاه کنید، جای بازداری داخل مختلف. این بهش میگن بارگذاری عقاب. نگاه کنید حالا بالای سرش نگاه کنید.